اینو توجه کنن جوانهای ما، غربی ها 3 قرن دنیا رو غارت کردن. 3 قرن دنیا رو غارت کردن، از شرق آسیا، از اندونزی، از فیلیپین، از نپال، از شبه قاره هند بگیرید تا آسیای مرکزی و آسیای غربی و تا شمال آفریقا، بخش‌های مغرب آفریقا و تا سر آفریقای سیاه. اینا رو غربی ها 3 قرن اینها رو غارت کردن. به اینجا اکتفا نکردن، آمریکای جنوبی را هم دست گذاشتن، اونجا رو هم غارت کردن. قاره آمریکا هم صاحبانی داشت، تمدنی داشت، ملت‌هایی داشت. اینا توانستن با حیله‌های گوناگونی که اینا همش در تاریخ‌های دقیق مشخصه، کتاب بخونید انشالله این حقایق رو بیشتر از نزدیک درک کنید. فاجعه آفریدن، قتل، غارت، کشتار جمعی، شکنجه، فشار، بردهگیری، بردهداری، در همون حالی که در این 3 قرنی که غربی‌ها در عمل اینجور مشغول جنایت بودن، روشنفکرانشون و متفکرانشون برای دنیا قانون حقوق بشر کشف میکردن و وضع میکردن. یعنی این تناقض در عمل و قول، این ریاکاری غربی ها در عمل اونجور، در زبان اینجور. کشورهای اروپایی بعدم آمریکا به معنای واقعی کلمه در سرتاسر دنیا انواع و اقسام جنایت ها رو انجام دادن. خب اینا شاهکارهای تمدن غربه.